این هفته خبر تو خبر داره براتون از اشوه‌های جام زهری روحانی که با پیچیدن تو کوچه علی چپ میخواست بمبسازی نظامش رو بازی با سانتریفیوژهای آلوده جا بزنه. ما صدها سانتریفیوژ رو آورده بودیم، یه بخشی شاید چند صد سانتریفیوژ ما از سانتریفیوژ هایی بود که آلودگی داشت، چون ما نمیدونستیم اینا آلوده هست و دوستان ما در سازمان انرژی اتمی فکر میکردن اینا نو هست، چون بسته‌بندی های نو داشت فکر میکردن نو هست. خب این مشکل برای ما ایجاد شد. چون فرق سانتریفیوژ نو و کهنه رو نمیدونستن 12 سال نظام رو دادن زیر تیغ تحریم. درست مثل اینایی که فرق ماشین نو و کهنه رو نمیدونن ولی میخوان به هر رقمه کارواشش کنن. अंजा पिरा मार दे देखो ना साइड देख ले हाँ ना हाँ देख ले हाँ या कमान اینجاست که همه داستان پوز عالی و جیب خالی آخوندا رو میشه توی 2 تا عکس کذایی خلاصه کرد. اولین عکس اینه. دکتر روحانی در این عکس بسیار قدرتمند ظاهر شده. چرا؟ از 2 جهت. اولا دستش بالاست. دوما که دستش تقریبا نیمه سلطه است، یعنی از رو برده. همزمان شما میبینید قدرتمند نگاه میکنه و لبخند داره. ببینید. این هم عکس دوم شیخ فری که به سوژه تمسخر رسانه‌های حکومتی تبدیل شده. این بار یکی از خانم‌های همراه وزیر امور خارجه ایتالیا با شلوار راحتی و غیر رسمی با رئیس جمهور دیدار کرده. بعد از 2 بار حضور دیپلمات‌های غربی با کوله پشتی، این چندمین بار میشه که دیپلمات‌های اروپایی در دیدار با مقامات کشورمون خارج از عرف عمل میکنن. این وضعیت دلنگون فقط به عکسای شیخ فری محدود نمیشه. همه جا همین داستانه. از یه طرف الاغچی و باقی جماعت جام زهری شب و روز در حال حلوا کردن برجامن و توی تیوریش برای هم پپسی باز میکنن. مراسم تقدیر و تجلیل از جناب آقای دکتر اراغچی. به یک تابلو فرش بسیار زیبا. ایشالله هیچ وقت چش سخت نخورید آقای اراغچی عزیز. مبارک باشه آقای اراغچی. اونهایی که میخواستن ایران رو از حق هسته‌ای خودش محروم بکنن، امروز در قطعنامه شورای امنیت به صراحت اعتراف میکنن که برنامه هسته ایران یک برنامه مشروع و قانونی هست و ایران میتونه غنیسازی داشته باشه، میتونه راکتور آب سنگین داشته باشه، همه تأسیسات خودش رو میتونه حفظ بکنه و به کار غنیسازی خودش میتونه ادامه بده. از طرف دیگه 2 تا خیابون پایین‌تر جماعت دلواپس اینجوری تو سر و سینه‌شون میکوبن. 100 تا مانع گذاشت حضرت آقا، گفتید اسمشو میبرید، اینها کار خودشون میکنن. گفت آقا یارو داره عربده کشی میکنه اونجا، اینا جوابش یکی بدید، یا نه میز کنفرانس رو به هم بزن اینها بیا بیرون. نه اینکه اون یارو گفتش یا آقا ما میخواستیم بیام چندین بار میخواستیم ترک کنیم، زود از این وری ما هم میخواستیم چند بار بزنیم زیرش. اینا توهین میکنه اونجا، اینا آقا جوابش بده. نه اونها مصرف داخلی داره برای خودشون، تو هم برای مصرف داخلی 2 تا لاتی بگو اینا ما حالشو ببریم. 2 تا تو جواب بده اینها. نه اینکه بگن کلمه دشمن من استفاده نمی کنم، کلمه خوبی نیست. اینها به نظر میرسه که اگه ظریف دست این لات 7 تیرکش بیفته یه همچین صحنه‌ای پیش میاد. تو هفته‌ای که گذشت اکبر کوسه و بروبکس جام زهریش یه جفتکی نثار ولی فقیه کردن و خیز لقمه کردن مجلس رو برداشتن. فائزه هاشمی پیشنهاد کرده عناصر سیاسی یک جناح خاص همه برای انتخابات ثبت نام کنند. اسفند ماه 2 انتخابات همزمان داریم، مجلس و خبرگان. فائزه هاشمی گفته حالا که نمیدونیم چی میشه بیایید همه ثبت نام کنیم. عظما هم معطل نکرد و تک رفسنجانی رو با یه پاتک جواب داد. رمزگشایی از اسم رمز پسرش. ما معتقدیم کسی که فساد میکنه این در واقع
باید مهر فساد بر پیشانیش بخوره و دیگه با حروف الفبا سخن گفتن در مورد این فرد مفهوم نداره. اینطوری بود که میمه رو روونه اوین کردن تا یه آبخونک ولایی بخوره. تیویریش هم به قدری از این دستاورد هول شده بود که اوین رو با وین قاطی کرد و خبر رو اینطوری داد: با ورود مهدی هاشمی به وین اجرای حکم قضاییش آغاز شد. مهدی هاشمی بله دیگه، وقتی زهرخوری بالا میگیره و اسب نظام رم میکنه، اون وقت پسر ملیجک خمینی هم اینجوری کله میشه. یکی از شاگردای دولت شیخ فری گره زدن همه بدبختی‌های نظام با زهر تحمیلیه. یعنی فقط مونده بگن بعد از توافق اکبر کوسه هم ریش در میاره. دبیر کل کمیته ملی المپیک میگه حالا که توافق هسته‌ای صورت گرفته، فضای بازی در ورزش همگانی ایجاد شده. پیش از این هم برخی از مسئولان مشکلات حوزه سینما و حوزه جوانان رو به نتیجه مذاکرات هسته‌ای گره زده بودن. گره‌ای که برای مردم قابل فهم نیست و خیلی ها معتقدن این حرف‌ها برای سرپوش گذاشتن مسئولان به ضعف‌های مدیریتیه. دستاوردهای هسته‌ای نظام یه چیزی تو مایه‌های این موزه که اسمش همه جا هست ولی هیچ کس دستش بهش نمیرسه. هرچند که تو دوران پسا زهرخوری توافق هنوز پشت ویترینه و دست کسی هم بهش نمیرسه، ولی این وسط تا دلتون بخواد رویا پردازی حول توافق وجود داره. انشالله وضع اقتصادی بهتر شد. شما اولین کاری که میخواید بکنید چیه؟ اول میره سراغ خونه دیگه. خونه میخرم. موتور منم موتور میگیرم. ماشین خارجی میاد پایین میتونیم بخریم دیگه. دوست دارم دلار ارزان‌تر شه، چند تا سفر خارجی بریم. ماشینمون رو عوض میکنیم. ماشین میخرم. ماشین که داری؟ جان؟ ماشین که داری؟ یکی دیگه میخرم. الان دیگه داشتیم ماشینمون رو انتخاب می‌کردیم دیگه. آره. چیز مونده، لامبورگینی اینا، یه چیزی بالاخره. از اونجایی که پیگیری همین آرزوها میتونه واسه آخوندا گرون تموم بشه، یه عده مأمور شدن تا بادکنک‌های آرزو رو بتره کنن. کسانی که آمال آرزوشون بلنده اصلا نمیرسن. بله، همت عالی داری، واقع بینانه هم برنامه. رضا شما باید از این امکانات قدم برداری بری. این هم یکی دیگه از متخصصین پیشگیری از فتنه است که میخواد با روزهای توسعه یافتش به جوونا بگه مبادا از جاتون بلند چید و قانون آخوندی رو زیر پا بذارید. به کشوری مثل کشور ما که داره هر روز مرزهای اقتصاد، علم، تکنولوژی رو با سرعت بسیار زیاد طی میکنه، میگن کشورهای در حال توسعه، کشورهایی که دارن به سرعت به کشورهای توسعه یافته نزدیک میشن. ما نباید یادمون بره قانون سکوی پرش توسعه است. پیشفرض رسیدن به یک جامعه آرام احترام به قانونه. تو گرماگرم این بحثای تکنولوژیک فقط جای این حجت الاسلام وایرال خالی بود که خودش رو رسوند و چشمه‌های جدیدی از مشنگیت رو به رخ کشید. آقا تو الان 20 میلیون بیسیم وایبر وصل به تلاویبه. بیشیم بینی تو می‌خواستی منشأ رحمت الهی بشی، تو دماغ خودت نمیتونی پاک کنی. ها خدا وکیلی، آقا به جان خدا مقصر شیخایان، بعضی شیخا که نمیگن اینا رو. آقا این شب عید تو نگم اینا رو کی بهت بگم؟ تو جلسه تحریم بگم، تو عروسی بگم، اونجا که میگن پونه نه پونه عروسی قنبرجونه، اونجا که وقت نیست. اینجا هم که الان مدام میگه سی دین. این هم یک کلیپ کمک آموزشی با حضور مداحان ولایت مدار برای اثبات حرف حاجی وایرال. حالا ای آل سود حقاسشو پس میدی زود، حقاسشو پس میدی زود. این گلابی عمامه دارم واسه ای که تو بازار دین فروشی عقب نیفته، مدعیه که قبل از به دنیا اومدنم کارش هدایت والدینش بوده.
شکم مادرم بودم. مادرم نقل میکرد که بابا تو کبابی کار میکرد. هر شب چون وضع مالی بابات خوب نبود تهمونده غذای مردم رو می آورد. بابا چون تو کبابی کار میکرد این تهمونده کبابی که مردم میخوردن یه خوردش میمون نمیبردن و شبا می آورد برا من. یه شب دیدم بابا چند سیخ کباب دست نخورده یه نون سنگک سالم آورد. گفتم آقا امشب پادشاهیم. گفت آره بخوردی، خلاصه خدا رسونده. میگه پسرم دست بردم لقمه رو ورداشتم آوردم بالا، همچین لگد زدی لقمه رو ول کردم، نفهمیدم. میگه مادر نخور این لقمه آلوده است. دوباره لقمه رو ورداشتم. خب بچه تو این دوران لگد میزن. دوران رو وردارم 10 بار این اتفاق افتاد. فهمیدم چیه. گفتم آقا. گفت چیه؟ گفتم این لقمه کجاست؟ گفت برای چی؟ گفتم این غذا رو که برم دارم این بچه لگد میزنه. آقا که این صحنه رو دید به گریه افتاد. گفت راستشو بخوای امشب اوستا غذا رو نشمرد رفت، من یواشکی چند تا سیخ پختم لای نون گذاشتم آورد. بعد از برملا شدن تقلای آخونده واسه پاکسازی پارچین، تیوی ریش به دست و پا افتاد که یه جوری قضیه رو ماستمالی کنه، اما نتیجه شد این گزارش مفتضح که حالا یکی باید همین گزارش رو ماستمالی کنه. ما اعلام کردیم که یک کار جاده سازی در اون محل انجام شده و انشالله کاملا برای دنیا روشن خواهد شد. اینها همون ماشین های راهسازی هستند که در عکس های ماهواره‌ای دیده شده و سناتورها گفتند نگران اینهاییم. جاده اختصاصی پارچینه که به علت اشکالاتی که تو اجرای کار داشته یه مقدار جاده نشست کرده که جاده تقریبا بالا دست سد ماملو هم هست. ما یه 7-8 روزی هست که استارت کار رو زدیم. همینجور پیش بریم تا تقریبا 15 روز آینده میتونیم تکمیلش بکنیم. ظاهر قضیه اینه که تیوی ریش خواسته خیلی شفاف سازی کنه، اما اگر عکس هوایی پارچین رو با این فیلم مقایسه کنید خواهید دید که جاده‌ای که دارن توش با لودر کار میکنن هیچ شباهتی با اون عکس هوایی نداره. در پایان سری میزنیم به یه جشن تولد منحصر به فرد وطنی که توش بیشتر از هر جشن تولدی توی دنیا مهمون دعوت کرده.